بریم امروز ببینیم که من قبل خواب چیکار میکنم. البته کار خاصی نمیکنم، ولی خب حالا بیاید بریم ببینیم. بعد چشمون رو باید با این شامپو چشه بشوریم بعد از این گندی که زدم. از این فوم شستشو استفاده میکنم، دیمالیزه. بعد خیلی خوبه. اینجا همونطور که میبینید دارم با تمرکز زیاد تونر میزنم و حالا صورتمو پاک کنم ببینیم که چطور میشه. یکم هم کرم مرطوب کننده بزنیم که صورتمون جلا بگیره. یه عودم روشن بکنیم که فضا عرفانی بشه، جن و پری نیاد سراغمون. قبل خوابم که کتاب صوتی میچسبه. من کتاب جدیدی که انتخاب کردم دایجان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد.